سلام، رحیمی هستم از کسبه بازار تهران. دیروز پنجشنبه 16 برج 11 اتفاق فوق‌العاده خطرناک و مهمی برای بنده رخ داد که لازم میدونم کل مردم ایران و کسایی که از اسنپ استفاده میکنن حتما در جریان امور باشن. برای اینکه مختصر به شهر سریعتر عرض میکنم، ما طبق روال همیشه درخواست اسنپ دادیم و معمولا بارهامون رو با اسنپ جابجا میکنیم. چون پیک موتوری بنده اسنپ باکس پر بود ظرفیتم، مجبور شدم ماشین درخواست دادم و ماشینی که روی صفحه گوشی من اومد پراید سفید به شماره شهربانی 58 دال 829 تهران 20 به رانندگی های سعید فروزنده با کرایه 39,000 تومان از محدوده اداره آگاهی شاپور تا محدوده پونک با 2 تا شماره تلفن که 2 تا ایرانسل من دیگه حالا اعلام نمی کنم. نهایتاً ما این آقا راننده تشریف آوردم، بار رو تحویل گرفتم و بعد 2 ساعت غیبشون زد و هرچی ما تماس گرفتیم گوشیشون رو خاموش کردن. بعد از تماس با اسنپ و پشتیبانی به خیال اینکه اسنپ پشتیبانی میکنه برگشت گفت اصلا به ما مربوط نیست، شما اجازه نداشتی بار بدین. من گفتم باشه، ببین تا اینجای کار کلا من مشکلی ندارم، ما نباید بار میدادیم مثلا شما میگین. اول اینجا چند تا موضوع ایجاد میشه. یک، مردم عادی از کجا بدونن باید آقا به ماشینی که میاد بار بدن یا ندن؟ میگه شما باید اساسنامه رو میخوندیم. من سوالم اینه، شما ملت عزیز ایران اساسنامه کدوم شرکت و ارگان و نهاد رو خوندین که این دومی باشه؟ آیا ما مجابیم که با هر کسی کار میکنیم به هر حال بیایم اساسنامه‌اش رو بخونیم، یا شما مجابین که اخطار بدین بگین آقا به این راننده حق نداریم بار بدین و اگر دادیم مسئولیت با خودتون؟ پس جرم اول شما اسنپ اخطار ندادین، جرم دوم راننده‌تون قبول کرده و جرم خیلی خیلی مهمتر که من بعد از این عرایزم روی متمرکزه. آقایون خانوما توجه کنین، ما بچه‌مون، خانوم، دختر، زن، مرد، پیر، جوون، وسیله رو به امید اینکه اسنپ پشتیبان داره پشتیبان به اسنپ میدیم، در حالی که پشتیبان اعلام میکنه به ما مربوط نیست. من گفتم آقا شما فکر کن اصلا بار من نرفته و من خانوادم داخل اون ماشینه، بچم دو اون ماشینه. قبل کرونا خب با بچه رو با اسنپ میفرستادیم، الان شما فکر کن من بچم تو این ماشینه، چجوری باید راننده تو پیدا کنی؟ میگه باید بری شکایت کنی از طریق مراجع قضایی. پس یعنی این که اسنپ به هیچ عنوان پشتیبان نیست و از همه فاجعه تر، امروز بنده از طریق آشنایی که داشتم اومدم شماره پلاک رو استعلام کردم و پلاک اصلا اونی که روی ماشین ثبت شده از طریق اسنپ جعلی بوده. پلاک مال یه 206 یه آقای خیلی با شخصیتیه که بنده تلفنی هم صحبت کردم و از این موضوعی به هیچ عنوان خبر نداره، ولی پلاکش روی ماشینی که اسنپ داره برای شما میفرسته و شما دخترت رو، زنت رو، بچت رو، وسیله های با ارزشت رو به هوای اینکه به امید اینکه اسنپ یه جای مطمئن یه مجموعه است با مجموعه طرفین داریم به این میدین، در حالی که به هیچ عنوان اسنپ پاسخگو نیست و پشتیبان بعد از 4-5 مرحله تماس بنده اعلام کرد که شما فقط میتونی بری شکایت کنی از طریق قضایی، چون راننده گوشیش رو خاموش کرده، ما دسترسی بهش نداریم. اگر شما داخل اون ماشین یه بچه بود و گوشیش رو خاموش میکرد چیکار باید بکنی؟ تا بری یه پروسه قضایی رو شروع کنی 2 روز 3 روز 1 ماه 2 ماه طول میکشه تا بچت رو پیدا کنن. پس این روند همه به گوش باشین، هشدار میدم من و بهشونم اعلام کردم. این کلیپ رو تو کل ایران خواهش میکنم به جهت اینکه سلامت مردممون، خانواده هامون، وسایلمون، اون چیزایی که برها سفرهایی که داریم باشون طی میکنیم امنیت مختل نشه، این رو حتما بفرستین تا اسنپ مجاب بشه یا قوانینش رو عوض کنه یا بیاد به هر حال مسئولیت پذیر بشه تا مردم متوجه بشن. اگر شما بچه‌تو میذاری داخل ماشین راننده گوشیش خاموش شد دیگه اسنپ نمیتونه اینو برات پیدا کنه. و مهمتر از اون، باری که از من بردن 6 میلیون فدای سرم. مهم اینه آقا اگه بچه بود چیکار میکردی با یه ماشینی که پلاکش دزدیه، راننده‌ای که خاطیه، شما 2 روزه نتونستی حتی یه زنگ بهش بزنی، گوشی ایرانسل خاموش کرده انداخته دور. پس در نتیجه خواهش میکنم این موضوع رو تو تمام گروه ها، اینستاگرام، واتساپ، نمیدونم تلگرام، همه کانال های خبر